دست بده جلوی انقلاب در حال خریدن کتاب‌های مختلفم و حتی اونجا در اتوبوسش در حال باز کردن ورق‌هایی از کتاب و خوندنشم. وقتی 15-18 سالت بود، الان چند سالتونه؟ الان 60. فکر می‌کردی که وقتی 60 سالت بشه خوبه که چه شده باشی که الان نشدی؟ مثلا یک حقوقدان یا یک پزشک. و خب تقدیر منو برد به سمت ترجمه بیشتر، که در این حال با تمام عوالم دیگرش آشنا بودم اما در اونها دیگه نبودم. الان غم بزرگ زندگی چیه؟ یا مسئله بزرگ زندگی چیه؟ نمیشه گفت مسئله‌ای دارم. خب خیلی از آرزوهام رو هرگز نتونستم تحقق ببخشم، اینا غممه. و اینکه برای دوستانی که برام عزیز هستند چرا نمیتونم کاری بیشتر از این که الان ازم برمیاد انجام بدم. چه بکنی مثلا براشون؟ تو خب کیه که تو باید براش کاری بکنی؟